دوستای عزیز، این جنگ چهارمین نقطه که ثابت میکنه که امریکا و اسرائیل و اروپایی ها و اینا چقدر ظالم هستن، به هیچ طفل رحم نمیکنن. اگر یک طفل خودشان در یک جای بینش خون شود، چیغ و نالش دنیا را بگیره که سعی کنین شما طفل ای قسم کردین. اما وقتی هزارها طفل به زیر خاک و به زیر سنگ و به زیر تعمیرهای بزرگ میشن و تکه تکه میشن و از بین میرن، طفلای معصوم و زنهای بیچاره و زنهای پیچ سفید، زنهای مظلوم در خانه‌هایشان به سرشان چپه میشن. اینا باز هم تمام این کشورها در کنار امی صهیونیستا و ای ظالما هستند. پنجمین نقطه دوستای عزیز، مسئله حقوق بشر است. دوستای عزیز، همیشه ما و شما در رسانه ها از حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زن، حقوق طفل، مؤسسات، سازمان ها، همیشه اینا سرازی بحث میکنن و کسایی هستن به نام حقوق زن و حقوق انسان و حقوق طفل و حقوق بشر با میلیون ها دلار مصرف میکنن و مؤسسات خود در تمام دنیا ساختن و به نام از اینکه ما از اینا، از انسان دفاع میکنیم، از زن دفاع میکنیم، از طفل دفاع میکنیم، از بشر دفاع میکنیم. کجاست امروز حقوق بشر؟ آیا مردم مظلوم در غزه، مردم مظلوم فلسطین، مسلمان های مظلوم، اینا بشر نیستن؟ کجاست حقوق انسان؟ کجاست حقوق زن؟ آیا زنهای پیچ سفید، زنهای طفلدار، زنهای مظلومی که زیر تعمیرها شدن، اونا حق ندارن؟ حقوق طفل کجاست؟ حق طفل فلسطینی، آیا طفل مسلمان حقوق نداره؟ ولی از این معلوم میشه که تمام حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق زن و حقوق طفل برای کسایی هست که اونا کافر هستن، مرتد هستن، مشرک هستن، بیدین هستن. اما در قسمت مسلمان ها هیچ حقوق نیست و از درباره از او هیچ صدای خود بالا نمیکنن. و حتی کسایی که در بین مسلمان ها هستن، اونا رو ببینین که چه قسم چیغ میزنن و ناله میزنن، ولی امروز که از همه ایشان خاموش هستن. لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله سر کسایی که دروغگوی هستن و به چشم خود اطفال مسکین میبینن که تکه تکه میشن و هیچ صدایشان بالا نمیشه و هیچ چیزی نمیگن. اما در مقابل ازی اگر یک مسلمان بسیار بیعقل در یک کوی، در یک جای گوشه یک اشتباه کوچک بکنن، چیغ میزنن و نعره هایشان کل دنیا را میگیره. این چی هست؟ از این معلوم میشه که این سازمان ها کلش سازمان های صهیونیستی است، سازمان های کفری هست، سازمان های بیدینی است که اینا فقط طرفدار از اینا هستن. امروز تقریبا بیشتر از 20 روز میشه که مسلمان ها در زیر بمباردمان صهیونیستا تکه تکه میشن. کجاست ملل متحد؟ کجاست این سازمان که همیشه از انسانیت و از قانون و از حقوق انسان و حقوق بشر بحث میکنن؟ معلوم میشه که سازمان ملل متحد یک سازمان کفری جنایتکاری است که توسط کشورهای کفریه که اونا حق ویتو دارن، حق اختلاف دارن، ولی مسلمان ها هیچ حقی ندارن. و ملل متحد یک سازمان طاغوتی است که اگر کسی این طاغوت نشناسه در ایمانش خلل واقع میشه. هفتمین نقطه دوستای عزیزی است که مشکل اساسی است که اسرائیل و امریکا چطور این جنایت ها را میکنن. به خاطر ازی که اونا میفهمن که اگر مسلمان های دنیا کلشان برای جهاد بخیزن، اسرائیل یک روز هم گزاره کردن نمیتونن. لکن اونا میفهمن که کشورهایی که در اطراف از اینا هستن، اونا به همراهشان قرارداد دارن، از طرف از اونا مطمئن هستن، غلامایشان هستن، نوکرهایشان هستن. در مصر، در لبنان، در اردن، در سوریه، اینا بر از اینا کاملا تضمین کردن که هیچ جوانی را اجازه نمیدن که به طرف خاک فلسطین برن و اونجا جهاد بکنن.
این مشکل اساسی هست. این نظام های طاغوتی هستند که اینا طرفدار درجه یک اسرائیل هستند و از اسرائیل و از اینا حمایت میکنن. این خطر بسیار خطرناک است. دوستان عزیز، نقطه دیگه ای است که مکلفیت مسلمان ها چی هست؟ مسلمان ها تا زمانی که نظام اسلامی جهانی که برای تمام مسلمان ها مثل خلافت ابوبکر صدیق، خلافت عمر فاروق، خلافت عثمان غنی رضی الله عنهم، خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنهم، خلفای اموی و عباسی و عثمانی این تو نداشته باشن، نظامی که تمام مسلمان ها را دفاع بکنه، از این خاطر مسلمان ها را پارچه پارچه ساختن و تا وقتی که امت یک نظام مسلمان را نداشته باشن، مسلمان ها به این شکل ذلیل می باشن و هیچ کسی از اینا دفاع نمی کنن. پس به این خاطر مسلمان ها باید بیدار شوند و برای ساختن امت نظام اسلامی جهانی که در اونجا از تمام جهان مجاهدین باشن و دفاع بکنن از سرزمین مسلمان ها و به خاطر اعلای کلمت الله جهاد بکنن، این نقطه بسیار مهم است که باید مسلمان ها متوجه ازی باشن. نقطه نهمی دوستای عزیز، ما برای از دوستایی که جهاد باید بشناسن توصیه میکنم که اصلا جهاد باید به نیت ازی شود که ما سرزمین مسلمان ها اشغال است و خاک مسلمان ها اشغال است و در این سرزمین باید بیرق اسلام بلند شود، لا اله الا الله اینجا بلند شود، لتکون کلمت الله هی العلیا. به این خاطر جهاد بکنن. اینال اینی جهادی که به خاطر نجات قدس شریف که مربوط تمام مسلمان ها هست، بالای تمام مسلمان ها فرض عین هست. و دوستای عزیز، اما اگر کسی در این راستا جنگ بکنه به خاطر قوم پرستی، به خاطر وطن پرستی، به خاطر دموکراسی، به خاطر آوردن نظام جمهوریت، این جهاد از اونا باز جهاد گفته نمیشه. این جنگ از اونا جنگ است و کشته های از اونا هم باز در جمله شهدای مسلمان ها محاسبه نمیشه. پس از این خاطر هر کسی که میخواد در فلسطین جهاد بکنه، اول باید نیت خود جور بکنه که این سرزمین سرزمین مسلمان ها هست، مربوط کدام قوم خاص نیست، مربوط کدام طایفی خاص نیست، مربوط تمام مسلمان ها هست و آزادی از دست کفار و صهیونیستا وظیفه هر مسلمان است و بر دفاع از و نجات از جهاد بالای هر مسلمان فرض است. و جهاد به خاطر ازی میکنیم که کلمت الله العلیا باشه، کلمه الله بلند شوه و کلمه کفر و بیدینی و سیکولری و جمهوریت و دموکراسی ای از بین بره. پس از این خاطر دوستای عزیز، هر کسی که نیت جهاد در فلسطین داره، توصیه ای است برشان که اونا باید برنامه قوم و وطن و طائفه و منطقه و دموکراسی و جمهوریت به این خاطر جنگ نکنن. در غیر از اونا مردیشان برش نقص میرسه، بلکه نیتش فقط اعلای کلمت الله باشه و جهاد فی سبیل الله باشه و آزادی سرزمین مسلمان ها از زیر استعمار کفار باشه. دوستای عزیز، اهداف دشمنای اسلام تنها در فلسطین نیست. اونا میخواین تمام عالم اسلام به یک عالم کفری زیر بیرق طاغوت نگاه بکنن. از این خاطر مسلمان ها باید بیدار باشن و به خاطر نظام اسلامی حرکت بکنن و مسلمان ها باید بیدار باشن. بیداری مسلمان ها چه وقت میشه؟ وقتی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را درست بفهمیم. در کلمه لا اله الا الله دو رکن اساسی هست. رکن اولشی است که معبودای باطل باید را شود. لا اله یعنی نیست هیچ معبودی به حق که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود. هیچ معبود نیست الا الله، بغیر از الله. دوم رکن کلمه لا اله الا الله ای است که انسان مسلمان به طاغوت کافر شود.
این طاغوت به هر نامی که باشه، اگر به نام صهیونیسم باشه یا به نام سکولاریسم باشه یا به نام کمونیسم باشه یا به نام دموکراسی باشه یا به نام جمهوریت باشه یا به نام قوم پرستی باشه یا به نام حزبگرایی باشه یا به نام وطن پرستی باشه، باید به تمام از اینا انسان مسلمان کافر شو و بگه لا اله الا الله. هیچ کسی نیست مستحق ازی که قانونش اطاعت شوه الا الله، بغیر از شریعت الهی، بغیر از الله که شریعتش اطاعت میشه. پس در کلمه کفر به معبودان باطل و کفر به طاغوت است، اول به تمام تواغیت. سپس در الا الله چی است؟ ثابت کردن ای دو اصل، یکی عبادت مخصوص الله و تشریع مخصوص الله هست. این باید ما و شما بفهمیم. بس رکن سوم کلمه محمد رسول الله هست که در رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشیم و مطابق رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمامی اعمال خود انجام بدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر کدام قوم، به خاطر کدام وطن، به خاطر کدام حزب، به خاطر کدام منطقه خاصی جهاد نکرده، بلکه جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر ازی بود که رحمت للعالمین بود تا کلمه لا اله الا الله به تمام بشریت برسه. دوستای عزیز، مکلفیت مسلمان های جهان اینمی هست که در مقابل صهیونیستا و طرفدارای از اینا سخت باید از اینا نفرت داشته باشند، به نظام های از اینا کافر شوند و به خاطر اعلای کلمت الله و تطبیق شریعت الله حرکت بکنند و از حق نه تنها مردم مظلوم فلسطین بلکه از حق تمام مسلمان های جهان دفاع بکنند و تا ای که تمام مسلمان ها به راحت باشن. دوستای عزیز، واقعا دیدن شهدا، دیدن مظلوما، دیدن اطفال، دیدن خانم ها، دیدن ای کسایی که در زیر انبارهای سمت و خانه ها و تعمیرها میشن واقعا دردآور است. الله متعال این ملت با غیرتی که تا امروز همیشه در مقابل کفر استاده شدن، الله متعال این ملت مظلومه الله متعال بالاشان رحم بکنه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واجعلنا منهم. اللهم انا نسألك الجهاد والشهادة في سبيلك، اللهم انا نسألك الجهاد والشهادة في سبيلك، اللهم وفقنا للجهاد والشهادة. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم على عبادك المظلومين المساكين في كل العالم. اللهم انصر عبادك المسلمين، اللهم انصر المظلومين في غزة، في كل فلسطين وفي كل أنحاء العالم. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المظلومين في كل العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.